من کیانا هستم. میخوام در یک ویدیوی کوتاه به شما مات ناپلئونی رو توضیح بدم. مات ناپلئونی نوعی مات سریع در شطرنج هست که با 4 حرکت انجام می شود. این روش از مات بسیار ساده و مبتدی می باشد و روش های جلوگیری از آن هم ساده است. خب بزن بریم مات ناپلئونی رو با هم یاد بگیریم. فقط قبلش لایک و سابسکرایب یادتون نره. در حرکت اول من میام پیاده رو میذارم خونه E4 و سیاه هم پیادهش رو میذاره خونه E5. در حرکت بعدی من با فیل میام خونه C4 و سیاه با اسب میاد خونه C6. حرکت بعدی من با وزیر میرم خونه H5 و سیاه که هنوز از نقشه من با خبر نشده با اسب میاد خونه F6 و من در حرکت بعدی یعنی حرکت آخر مات با وزیر میرم خونه F و این شد روش مات ناپلئونی. اگر میخواین از تاریخچه روش مات ناپلئونی با خبر بشین حتما به ویدیوی بعدی من سر بزنید و اگر میخواید روش جلوگیری از این نوع مات هم متوجه بشین حتما به ویدیوی بعدی من سر بزنید، چون در ویدیوی بعدی من روش جلوگیری از این نوع مات رو براتون توضیح دادم. امیدوارم از این ویدیوی کوتاه خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.